الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل که خدمت شما بودم درباره حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه و افتخاراتی رو که ایشان داشتند مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و در ادامه مطلب به یکی از وصلت‌های مهمی که در میان آل علی و آل طلحه صورت گرفته بود هم مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. و اون مورد این بود که عرض کردم که حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه داماد حضرت طلحه ابن عبیدالله هست و دختر ایشان را که معروف بود به ام اسحاق ازدواج کرده بود و ثمره این ازدواج فرزندانی بود که الله متعال به امام حسن عنایت کرده بود، فاطمه ام عبدالله و طلحه ابن الحسن که فرزند خودش را به نام طلحه بازم نامیده بود. که این مطلب را قبلا عرض کردم که مصادر شیعه و سنی نقل کردند، مانند شیخ مفید در کتاب معروف خودش الارشاد و همچنین عباس قمی در کتاب منتهی الآمال و اربیلی در کتاب کشف الغمه و جزائری در کتاب الانوار النعمانیه این مطلب را آوردند و همچنین مصعب زبیری در کتاب معروف خودش نسب قریش صفحه 50 میگوید که طلحه ابن الحسن درجه، طلحه ابن حسن، طلحه فرزند حسن که حسن فرزند علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه است، میگه درجه یعنی این که طلحه بعد از خودش فرزندی نداشته. جالب اینجا هست که نوه حضرت علی رضی الله تعالی عنه و فرزند امام حسن نامش هست طلحه و مصعب زبیری میگوید که طلحه که فرزند امام حسن و نوه علی هست این در واقع فرزندی نداشته و نسلی از اون باقی نمانده. و در ادامه میگوید که امه ام اسحاق بنت طلحه، مادر این طلحه کی هست؟ مادرش ام اسحاق هست. ام اسحاق هم دختر طلحه ابن عبیدالله تیمی هست. پس بنابراین میبینیم که امام معصوم شیعه فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه خانواده طلحه ابن عبیدالله را شایسته این میداند که برود با این خانواده وصلت بکند و از این خانواده زنی را برای خودش انتخاب بکند. قطعا ما معتقد هستیم اونگونه که قرآن دستور داده که انسانهای پاک میروند سراغ خانواده های پاک. هر مرد پاک و پاک دامنی و پاک سرشتی و با ایمانی میخواهد زنی با ایمان را انتخاب بکند، از خانواده پاک دامن برود همسری را برای خود انتخاب بکند. قطعا چه کسی پاک دامنتر از حسن و حسین هستند که حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما هر دوتا سیدا شباب اهل الجنت هستند. ما معتقد هستیم که ایشان بهشتی هستند، نه تنها این که بهشتی هستند بلکه اونگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند حسن و حسین سرور جوانان بهشت هستند و ما این افتخار را داریم که محبت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در رأس همه حضرت علی و فرزندانش خصوصا حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما که نوه های رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، ما با این خانواده و در رأسشون علی و فرزندانش محبت داریم، اینها را دوست داریم و این محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را جزء ایمان خودمان میدانیم و معتقد به این هستیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روابط حسنه ای را با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و در رأس اصحاب ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر قرار داشتند که من در برنامه‌های متعددی روابط حسنه و صمیمانه و وصلت‌هایی را که در میان این خانواده ها صورت گرفته بود نمونه‌هایی از این وصلت‌ها را خدمت شما بیان کردند. پس بنابراین حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه داماد حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه است. مگر ما معتقد نیستیم، خصوصا مگر شیعه معتقد نیستم که
تینه ائمه تینه پاکی بوده، خاکشون یک خاک پاکی بوده که الله متعال اینها را به وجود آورده. نسل ائمه یک نسل پاکی هست و پاکیزه هستند. نسل امام علی و امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما میبینیم که با نسل طلحه ابن عبیدالله در هم آمیخته شده. اگر واقعا نسل طلحه ابن عبیدالله نسل خبیثی باشد، ناپاکی باشد، چگونه این ناپاک را با یک پاکی که نسل حضرت علی رضی الله تعالی عنه است اینها در هم آمیخته؟ این به خاطر اقدام حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه است و ما معتقد هستیم که این انتخاب حسن و حسین انتخاب درستی بوده، به جای خوبی و مناسبی رفته بودند برای خواستگاری و دختری را که اهل دین بوده و اهل ایمان بوده، اهل تقوا بوده، شایسته حسن و حسین بوده. این افراد و امام حسن و حسین رفتند اون را انتخاب کردند و یکی بعد از دیگری میبینیم که با این خانم ازدواج کردند، یعنی ام اسحاق دختر طلحه ابن عبیدالله. این اولین وصلتی است که در واقع صورت گرفته و نه تنها از یکی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بلکه از جانب یکی از سران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سید شباب اهل بهشت هست و سروری هست، اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان ابنی هذا سید، این فرزندم یعنی حسن ابن علی سید هست، آقا و سرور هست. این آقا و سرور اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبینیم که میرود سراغ دختر طلحه ابن عبیدالله، اون کسی که در جنگ جمل رویاروی حضرت علی رضی الله تعالی عنه قرار داشته. آیا این رویارویی و این مقابله و این تفاوت دیدگاه سیاسی به خاطر تفاوت در ایمان بوده؟ یک طرف مسلمان و طرف دیگر کافر بوده، یک طرفی مشرک و طرف دیگری مؤمن بوده؟ قطعا این گونه نبوده، بلکه فقط و صرفا یک اختلاف سیاسی بوده. و این جنگی هم که صورت گرفته همان گونه که قبلا هم اشاره کردن، این به خاطر فتنه انگیزی انسانهای آشوبگری بوده که در میان مسلمانان این آشوبها را بپا کردند، به خاطر این که خودشان در واقع خودشان را نجات بدهند. این جنگ جمل را اونها در واقع شعله‌ور کردند و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در رأسشون حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه میفهمیدند که این جنگی نبوده که در میان کفر و اسلام باشد. این افرادی که در جنگ جمل و جنگ در واقع با همدیگر جنگیدند، پیروان حضرت علی و همراهان حضرت علی و همراهان طلحه و زبیر، هر دو طرف مسلمان بودند. و جالب اینجا هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر هر دو گروه نماز جنازه خوندند. احکامی را که در میان جنگ میان کفار و مسلمانان هست، هیچ حکمی را در اینجا اعمال نکردند، نه مال غنیمتی گرفتند، نه اسیر و نه کنیزی گرفتند. هیچ یک از این احکام در این جنگ در واقع اعمال نشد و این نشان این هست که هر دو طرف درگیر در این جنگ در واقع قربانی بودند و قربانی فتنه‌ای بودند و آشوبی بودند که فتنه‌گران و آشوبگران و پیروان عبدالله ابن سبع در واقع اون را ایجاد کرده بودند. بعد از یک میان برنامه کوتاه خدمت شما باز می‌گردم و نمونه‌های دیگر را در این زمینه خدمت شما عرض خواهم کرد. خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اینما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. آری بینندگان عزیز و ارجمند، حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه
داماد طلحه ابن عبیدالله هست. این واقعیتی هست که کتابه های شیعه و سنی به آن اعتراف کردند و این وصلت را در واقع ثبت و ضبط کردند که متاسفانه امروزه اون کسانی که ادعای دشمنی میکنند در میان این دو خانواده که تا به امروز هم با گذشت صدها سال و قرنها باز هم این دشمنی را کماکان تبلیغ میکنند و اساس ولاء و برا قرار دادند و بدین خاطر از کسانی اعلام براءت میکنند که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم با اونها وصلت کردند، از کسانی اعلام براءت میکنند و با کسانی دشمن هستند که محبان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و محبوبان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. کسانی را دشمن خود میدانند که حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما اونها را خانواده خود میدانستند و فرزندانشون با هم فرزندان مشترکی هست. آری بعد از حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، بعد از این که ایشان فوت میکنند، در واقع خود حضرت حسن رضی الله تعالی عنه توصیه میکند به برادرش حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه که بعد از من تو با ام اسحاق ازدواج بکن. ام اسحاق همون دختر طلحه ابن عبیدالله هست. این خانواده به قدری خانواده خوبی هست، به قدری خانواده با ایمانی هست، به قدری خانواده پاک دامن و عفیفی هستند که حتی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از مرگ خودشون به فرد بعدی هم توصیه می کنند که با این خانم ازدواج بکنند، زیرا که این انسان پرهیزگار و مؤمن و متعهدی هست. آیا می شود که یکی از کسانی را که 2 نفر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و به اعتقاد شیعیان 2 نفر از ائمه معصومشان با اون ازدواج کردند یکی بعد از دیگری، اگر واقعا خانواده طلحه خانواده خوبی نبودند، اگر واقعا ام اسحاق شایسته اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی بود و این ازدواج در واقع اشتباهی بود که از حضرت حسن رضی الله تعالی عنه صورت می گرفت، چرا توصیه می کرد که بعد از اون هم حسین هم با این زن ازدواج بکند؟ چرا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دوباره اون اشتباه برادرش رو تکرار کرد و باز هم با همین خانواده و با دختر طلحه ابن عبیدالله ازدواج کرد؟ اما واقعیت چیزی دیگری هست که انسانهای کوردل و متعصب نمیتوانند اون واقعیت را ببینند. گرچه این مطلب در کتابهایشون ثبت شده و بر این صحه گذاشتند، اما امروزه میبینیم که به جای این که این روابط حسنه را تبلیغ بکنند، این وصلتها و این نزدیکیها و این قربی را که در میان آل طلحه و آل علی وجود داشته اینو برای مردم بیان بکنند، به جای این که این واقعیت‌های غیر قابل انکار تاریخ و روابط صمیمانه اهل بیت و آل زبیر و طلحه را بیان بکنند، در واقع میآیند و دشمنی‌هایی را میتراشند و افسانه‌هایی را در این زمینه بیان میکنند که قطعاً زمانی که این واقعیت‌ها برای مردم بیان بشود، عمق دروغ پردازی اون کسانی که این شایعات را و این افسانه ها را بیان می کنند برای همگان آشکار می شود. آری بعد از حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، امام حسین فرزند دیگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه با ام طلحه ازدواج می کند. این مطلب را شیخ مفید در کتاب الارشاد خودش و همچنین عباس قمی در کتاب منتهی الآمال و الجزائری در کتاب انوار نعمانی خودش آورده و در جلد 1 صفحه 374 میگوید که و فاطمه بنت الحسین امها ام اسحاق بنت طلحه ابن عبیدالله، و فاطمه که دختر حسین هست مادرش کی بوده؟ میگه مادرش ام اسحاق هست. جالب اینجا هست که این ام اسحاق هم مادر فرزندان امام حسن هست و هم مادر فرزندان امام حسین رضی الله تعالی عنهما. اگر به خاطر داشته باشید در مورد یکی از نوه های مشترک
خلفای اربعه و طلحه و زبیر که من خدمت شما در یک جلسه مفصل این مطلب رو بیان کردم، در اونجا عرض کردم که فاطمه بنت الحسین نوه مشترک حضرت علی و طلحه ابن عبیدالله بود که با عبدالله مطرف ازدواج کرد و عبدالله مطرف نوه مشترک عثمان و عمر بود که ثمره این ازدواج محمد دیباج بود و محمد دیباج با خدیجه ازدواج کرد و خدیجه نوه مشترک ابوبکر و زبیر بود و بدین گونه در این ثمره ازدواج محمد دیباج با خدیجه حفصه امویه بود که در حفصه امویه تمام این نسب‌ها یک جا جمع می شود. یعنی حفصه امویه نوه مشترک حضرت علی، طلحه، عثمان، عمر، ابوبکر و زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین هست. این هم یکی دیگر از نمونه هایی هست در که و از وصلت هایی که در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل طلحه ابن عبیدالله صورت گرفته و وصلت های بسیار دیگری هم هست که از همه بالاتر و نزدیکتر این دو وصلتی بود که من خدمت شما عرض کردم. وصلت های دیگری هم وجود دارد که من عرض می کنم به خاطر این که بدانیم و قطعا هم شما می دانید که این وصلتی که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه انجام داده تقریباً سالهای متمادی بعد از جریان جنگ جمل بوده. تقریبا 10 سال بعد از جنگ جمل این اتفاق افتاده. یعنی این که اگر واقعا بالفرض هم قبول بکنیم که این عداوتی بوده، دشمنی بوده، پس بنابراین وقتی که امام حسن و حسین اومدند این وصلت رو انجام دادن، به این معنی هست که فرزندان طلحه و فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین اون دشمنی و اون عداوت، اون کینه ها رو فراموش کردند و نهایتاً در زیر سقف یک خانواده با هم جمع شدند و زندگی مشترکی رو انجام دادند. به چه دلیلی و بنابر چه بهانه‌ای امروزه اون کسانی که خود را پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونند میآیند و خلاف تصمیمی که حضرت حسن و حسین گرفتند، خلاف اراده حسن و حسین و خلاف انتخاب حضرت حسن و حسین سخن میگویند و طلحه و زبیر را امروزه هم در واقع دشمن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تصور میکنند و از اونها اعلام براءت میکنند. یکی دیگر از ازدواج هایی که در میان این دو خانواده صورت گرفته حسن مثلث هست، یعنی سومین حسن مثلث فرزند حسن مثنا و حسن مثنا فرزند امام حسن هست، امام حسن مجتبی فرزند حضرت علی ابن ابی طالب. میبینیم که این هم ازدواج میکند با عایشه، یکی از دختران حضرت طلحه ابن عبیدالله که معروف است به طلحه الجود. این طلحه الجود حضرت طلحه رو میگن به این خاطر که حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه یک انسان بسیار بخشنده بود، بسیار سخاوتی داشت که واقعا در میان عرب اون زمان نامزد و آوازه بسیار زیادی رو در واقع داشت، یا نامش سر زبانها بود. به این خاطر ایشان رو میگن طلحه الجود یا طلحه الخیر در واقع. و عباس قمی در ذکر اولاد حسن میگوید، حسن مثلثی که عرض کردم که شوهر عایشه دختر طلحه ابن عبیدالله هست، میگوید که ایشان 6 تا فرزند داشتند. یکی طلحه بود و دیگری عباس، حمزه، ابراهیم، عبدالله، علی و که مادرشون همون عایشه دختر طلحه هست. اما العباس و امه عایشه بنت طلحه الجود، اما عباس مادرش طلحه ابن جود هست، در واقع یکی از فرزندان حسن مثلث و نوه حضرت حسن مجتبی رضی الله تعالی عنه. غیر از این هم میبینیم که ازدواج‌های دیگری صورت گرفته که عون فرزند محمد ابن علی، ما میدونیم که محمد ابن علی که معروف است به محمد ابن الحنفیه یکی دیگر از فرزندان حضرت علی هست و بعد از حسن و حسین ارشدترین فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. عون که نوه دیگر حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، از جانب فرزندش محمد میبینیم که با حفصه ازدواج میکند، حفصه بنت عمران و عمران هم فرزند ابراهیم هست، ابراهیم هم فرزند محمد ابن طلحه هست. یعنی در یک نسل بعد هم که میرویم میبینیم باز هم این در واقع ازدواج ها همچنان وجود دارد و این ارتباطات کماکان برقرار هست.
و این مطلب نشان این هست که اون درگیری هایی که وجود داشته و اختلافات سیاسی که در میان این دو خانواده وجود داشته، اینها غیر عمدی بوده و خودشون افراد این خانواده این درگیری ها را آنگونه که بوده تحلیل کردند، تجزیه کردند و این درگیری ها و اختلاف نظرهای سیاسی را و مانع این ندانستند که بیایند و با این دو خانواده با همدیگر وصلت‌هایی را انجام بدهند. اگر ما واقعا امروزه پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، بیاییم با اون افرادی که اهل بیت دوستی و محبت داشتند با اونها دوستی و محبت داشته باشیم. اون افرادی را که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را شایسته دانستند که با اونها وصلت بکنند، به آنها زن بدهند، از اونها زن بگیرند، اون انسانها را مورد تأیید اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدانیم که واقعیت هم همین هست. اگر واقعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم آن هم انسانهایی که به اعتقادش معصوم هستند، امام هستند و مؤید هستند از جانب الله متعال، اون کسانی را که نسل اونها را نسل پاکی میدانند میآیند با این افراد وصلت میکنند، قطعاً انتخاب آنها انتخاب مؤیدی هست که از جانب الله متعال مؤید بودند و این انتخابشون انتخاب موفق و صحیح و درستی بوده. پس بنابراین ما معتقد هستیم که در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه اصحاب رسول الله که در رأس همه ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و خصوصا عشره مبشره قرار داشتند، هیچ گونه اختلافی در دین و در اخلاق وجود نداشته. دینشان یکی بوده، اخلاقشون و رفتارشون با همدیگر کاملا هماهنگ بوده و همشأن و همکف همدیگر بودند. روابط صمیمانه بسیار زیادی را داشتند و این روابط صمیمانه از زمان خودشون آغاز شده و تا زمانهای بسیار طولانی و قرنها بعد همچنان ادامه داشت، به این معنی که هیچ گونه تغییری در این روابط حسنه ایجاد نشده. و اگر ما واقعا پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، اونهایی را که اهل بیت برگزیدند به عنوان دوست خودشان، به عنوان خویشاوند خودشان، ما نسبت به اونها هم ارادت داشته باشیم، آنها را هم دوست داشته باشیم، همان گونه که آنها با یکدیگر یکی بودند و به همدیگر پیوسته بودند، ما هم این واقعیت تاریخی را بپذیریم و آنها را به عنوان بزرگان خودمون و بزرگانی که دین را از آنها میگیریم قبول داشته باشیم و این دروغها و افتراهایی را که امروزه در مورد اختلاف میان صحابه و اهل بیت بیان می شود که واقعیت ندارد، اینها را باور نکنیم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى